سلام دوستان، بالاخره با تلاش‌های فراوان من تونستم از اینای تریبون بگیرم. میدونی که 46 سال اینا به کسی تریبون ندادن، کسی نمیتونه حرف بزنه. آقا این تلفن چیه؟ نمره بالاتونی. خب حل. تو برنامه آناناس قراره بپردازیم به تمام سوژه‌های دنیا و جهان و همه جا دیگه، ایران و اینجا ما یه آناناس داریم خدمت شما که اینا از سر کوچه گرفتن. قرار بود اینجا دکور بزنن، نرسید، حالا ما همین آناناس کار پیش می‌بریم. خب بریم که اولین سوژه رو داشته باشیم. بلیت کنسرت یک ایرانی تو دبی از کنسرت جنیفر لوپز گرونتر شده. فکر می‌کنی کیه ایرانیه؟ نه بابا. نه عزیزم. محسن لرستانی عزیز. آقا یه لحظه بزن دنده یک، واسه که خلاص مثلا. بچه اشتراک این دو عزیز چیه؟ بیمه بدنه. یه نفره خودش بیمه میکنه. اونجا هر کسی که محسن لرستانی گوشی رو خودش بیمه میکنه. خودش رو سر تا پاش که همش باید بیمه میکنه، خطریه. بعدش هم تعجب نداره که واسه تعجب میکنه. ما ایران کلا ساختار شکنیم، ساختار گریزیم. ما اینجا آیفون 13 از 16 گرونتر میخریم. کویکو از هیوندا گرونتر میخریم. کلا واسه خلاف جناب شما آدم خاصی هستیم کلا. اسم من دیان جلوی چشایم دیان. بالاخره آقای رائفی پور صداش در اومد. گوش کنید. یه لحظه واکنش استاد شجریان خیلی جالب بود، ببینید. من به نظرم این دو تا عزیز با هم روبرو نشن، یه خود خطریه. پخش سریال تاسیان به دلیل نداشتن مجوز تولید و پخش متوقف شد. من به نظرم خیلی عجله کردید، تازه 3 قسمت رفتم. همین جوکر فصل دوم بخش بانوان که رسید خبر توقیفش اومد. ستاد مبارزه با ظلم علیه زنان اومد واکنششون بدین، اینا گفتن نه صبر کن، ما به خاطر بخش آقایون اومدیم خبر توقیفش پخش شده اینا. اما سر همین تاسیان هم شما عجله کردید. ما حالا درست یکم خلاف واقع بود، مثلا ما چیزایی که ما خونده بودیم از جلال آل احمد و محمود رضایی یکم متفاوت بود، ولی نمیذاری چرا پخش بشه، نمیذاری چرا اون ایران رویایی آدم ببینه. حالا همین زمان شاه چیزی زنگ میخوره، سیم نداره. جانم آی جنتی کی جلوشو گرفته؟ من منظورم همین ساترا و ستاد امر معروف بود. بله قشنگ مشخص بود. دفعه دیگه هم تکرار نشه. چش. عرض میکردم باید آدم بدون ترس و واهمه حرفشو بزنه. به نظرم خیلی کار خوبی کردن متوقف کردن. آدم باید واقعیت نشون بده. چرا قشنگه؟ آره. اسمش چیه؟ تاسیان. مجوز داری ها؟ حتما داره پخش میشه. واجی ساواکی چقدر مهربون نشون داده. بوده دیگه. مهربون بوده؟ آره بالاخره پیش اومد. آقا زمان شاه خوب نبوده همه چی که. گیر نده دیگه. چون پدر بزرگم خودش تو گارد شاه بوده. خیلی اوکی بوده. داره میرسه. متوقف کن. متوقفش کن. امروز چهارشنبه است. تایم داری تموم. شنبه. از شنبه. به نظر باباش میذاره دختر برسه. به نظرم بذار. آره چیزی که من میبینم. قشنگه. مشکل داره. تو پرانتزم یه خدا قوت به بخش نهی از منکر ستاد امر معروف بگم که از بخش امر معروفش خیلی فعال‌تره. آقا یه خبر تکراری دارم. دلار و سکه و طلا همه چی رفته بالا. دیگه سر شدیم دیگه نمود این قضیه. حالا من چند روزی تصمیم مهاجرت گرفتم. از موقعی که تصمیم تو ذهن من اومده اکسپلور هم دیدن داره. ببین نگاه کنید. من هر جا برم قطعاً به زنده بودن من اونقدر بها نمیده که خاک خودم به زنده بودن من بها میده، چون من ریشم توی این خاک. من 4 سال آمریکا بودم، 2 سال هلند بودم، فرانسه، جای دیگه رفتم گشتم. یک روز آمریکایی که بچه‌ها به من گفتم من دارم میرم، گفت که بمون، ایران زندگی سخته. من جمله‌ای که بهش گفتم الان دارم میگم، گفتم ببین ایران سخته، منتها اینجا بی‌معنیه. من سختی رو به بی‌معنایی ترجیح میدم. این اروپا لامصب این باطلاقه، وقتی واردش میشی دیگه هرچی دست پا بزنی بیشتر فرو میری. الان برگردم ایران، نه ماشین دارم، نه خونه دارم، نه کار دارم، نه دیگه اون جوونی 15 سال پیش دارم.
شد شما بعد از این همه سال 40 سال ایتالیا زندگی کردید چی شد برگشتید ایران؟ برای اینکه ببینید خوشمزه ترین غذای دنیا یه جا دیگه مزه نمیده. عادل فردوسی پور حرف خیلی قشنگ زده. زمانهای مایلیکو هم یا دعوت نمیشد به تیم ملی یا کم دعوت میشد یا کم بازی میکرد. نمیدونم، من حس میکنم شاید تو اون مقطع اگه ادموند بزیک جزء اقلیت ها نبود خیلی بیشتر در تیم ملی بازی میکرد. راست میگی یا اون نگاه متحجرانه چیه شما دارید؟ حتی من مثلا از مذهبی باشه، مثلا رضا عنایتی آقای بنده خدا زیاد دعوت نمیشد همش باشه. این نگاه خوبی نداره شما به اقلیت ها نظر من. آقا آندره تیموریان کاپیتان تیم ملی بود. حالا یه دونه دستشون در رفته دیگه. تو چی آقا جانی هم آقا دنبال چی هستی شما برادر من؟ آقای برسی بود شما دنبال چی هستی؟ رسیدیم به بخش ویژه این برنامه به اسم خوب بعد آناناس. خوب شامل کسی میشه که حالا اونو خوب کرده، با صفا بوده، مشتی بوده. بعدم شامل کسی میشه که اصلا کام ما رو تلخ کرده، زدار زده. آناناس هم حواله میشه به کسی که سراسر تناقض بوده، اصلا آدم کج کله بوده. بریم ببینیم شامل کیه. خوب این هفته میرسه به اون نگهبان با مرامی که وقتی دید بابای بچه توان نداره بچه رو بیاد داخل بیمارستان، با دکتر رفت بچه رو گرفت رسون دست پزشک. دمش گرم. بعد این هفته هم نیومدن آقای کریستیانو رونالدو بود برای بازی صلاح النصر. خانم ما اینجا نمیدونیم چیکار بکنیم، کلی الان اتفاقات اندو مثلا فرش ما الان داریم اینجا رو دستم مونده، نمیدونیم به کی فرشا رو بدیم. کلی تجهیزات صخره‌نوردی گرفته بودیم که بچه‌ای که از کوم می‌خوام برن بالا الان دستم مونده، بدیم به کی بفروشیم کلا اینا رو. واسه عملیات راپل کنیم من هتلش از اون بالا بچه‌ها بپرن پایین، من تو اتاقش این الان گیر کرده. راننده اتوبوسا چیکار کنن؟ 200 کا فالوور گرفته بودم من، خود روز اول 200 کا فالوور گرفته بود راننده اتوبوسه. الان اینجا این مونده دستمون دیگه. و اما آناناس این هفته آقای عباسی کارگردان عنکبوت مقدس تو گلدن گلوپ امسال اومد یه سری صحبتو کرد که به خانم‌ها خیلی ظلم شده و ال شده و فلان شده. خبر اومد که تو همین جشنواره یه خانمی تعرض کرده و از همین جشنواره اخراجش کرد. خواستم بگم که از طرف تمام زنان دنیا که به اسمشون سوء استفاده کردید، این آناناس تقدیم میشه بهتون با شاخ و برگاش. خب قسمت اول برنامه تموم شد. امیدوارم که قسمت آخرمون نباشه و بزنه حرفمون رو بزنیم راحت. آناناس